سلام دوستان، به کانال من کافه داستان خوش اومدید. امیدوارم این داستان رو تا آخر گوش بدید و سابسکرایب یادتون نره. این داستان واقعی در مورد دختری به نام خدیجه است که با مادرش تنها زندگی میکنه. مرسی که روی ویدیوم کلیک کردی و مرسی داری با چشم قشنگت منو همراهی میکنی. امیدوارم که از داستان امروز خوشتون بیاد. اسم من خدیجه است. مادرم به دلیل اینکه پدرم اعتیاد به مشروبات الکلی داشت از پدرم جدا شد و وقت ما از اون وقت سیاه شد. مادرم خیاطی میکرد و منم بیرون از خونه مشغول کار بودم چون پول هر دوتامون رو در بیارم و خرجی خونه رو بدیم. مادرم یه مشتری ثابت به نام مرجان داشت. مرجان خانم زنی مهربون و مؤدب و باوقار بود که 2 فرزند داشت. مرجان خانم برای اینکه پیش مادرم می اومد و برای اولین بار منو دید. مرجان خانم مثل اینکه از من خوشش اومده بود و به مادرم تعریف کرده بود که من از دختر شما خوشم اومده و مادرم به من این موضوع رو گفت و من گفتم مامان، من به دلیل اینکه تو از بابا جدا شدی من اصلا این امیدی رو ندارم که ازدواج کنم و هیچ امیدی برای اینکه زندگی مستقل داشته باشم رو ندارم. مادرم التماس که ازدواج کن و سر خونه زندگی خودت برو و از این همه آلاخون بالاخونی در بیاد. منم دلم نمی اومد چون مادرم تنها کار میکرد و منم همین خرج خونه و خرج آب و گاز رو پرداخت میکردم. مادرم تنها بود، زن پیری بود. من دلم نمی اومد تنهاش بذارم و ازدواج کنم و برم. یه خاله پولدار داشتم که شوهر خیلی خوب و مهربون و آقایی داشت که خالم با هم صحبت کرد و مامانم به خالم قضیه رو تعریف کرد. خالم از من نه و از خالم ها بیا ازدواج کن و برو سر خونه زندگیت. اما من قبول کردم و به هر بدبختی و به هر خدازادگی بود قبول کردم و گفتم باشه من ازدواج میکنم و جدا میشم. ناراحت بودم از اینکه میخواستم ازدواج کنم. شبها خواب نداشتم. گریه میکردم و با خودم و دلداری میدادم و با خدای خودم حرف میزدم. بعد از اینکه یه مدت گذشت، هفته بعد مرجان خانم پیش مامانم اومد و با مامانم حرف زده بودن. گفته بود که خدیجه قبول کرده و قرار خواستگاری رو گذاشتن. من از این قبیل لباس نداشتم که لباس بپوشم، یه لباس خوشگل بپوشم چون مرجان خانم اینا خیلی وضع مالیشون بهتر از ما بود. ما لول 0 بودیم و اونا لول 50. برای همین مادرم اومد به خالم گفت خواهر خدیجه لباس نداره برای پوشش خواستگاری. خالم گفت باشه من لباس برای خدیجه میخرم. با خالم و مامانم رفتیم بازار و لباسهای خواستگاری رو خریداری کردم. شب شد و مهمون ها اومدن. من دلم میلرزید، اصلا دل تو دلم نبود. خوشم نمیومد و ناامید بودم. اصلا دوست نداشتم ازدواج کنم. حتی دوست نداشتم چای بردارم و بیارم واسه اینا. که مادرم صدام زد و گفت خدیجه چای رو بردار بیار و منم مجبور شدم چای‌ها رو بردارم و ببرم توی حال. چشمم تو چشم پسر افتاد، یه حالی شدم. ولی خب من زندگی پسرا رو خبر نداشتم. مثل اینکه پسره یک زن داشته که زنش فوت کرده بوده و من هم میخواستم بشم زن دوم اون آقا. ولی خب من یه دختر مجرد بودم. از اینکه این حرف رو شنیدم کلاً دیگه ناامید شده بودم. ولی دیگه باز هم خالم و مامانم امیدوارم کردن. بالاخره شد و روز عقدم رسید. با پسر خریدای عقدمونو کردیم و رسید روز عقد. رفتیم محضر و عقد بستیم. شب که میخواستیم بریم خونه اونا من چمدونمو جمع کردم و قرار شد بریم خونه اونا بخوابیم. رفتیم خونه اونا بخوابیم و من از پسره میترسیدم. اصلا هیچ حسی به اون نداشتم و دوست نداشتم پیشش بخوابم. دوست نداشتم حتی نگاهش کنم. دوست نداشتم حتی پیشش بخوابم و دوست نداشتم حتی کنارم با هم حرف بزنه.
اصلا کلا از خودم بدم اومده بود. خودم رو جلوی آینه میدیدم، اصلا از خودم متنفر بودم. میگفتم خدایا یا منو زود بکش یا منو از این دنیا خلاص کن. بالاخره رسید و 1 هفته گذشت. بالاخره من مجبور شدم و برم تو بغلش بخوابم. از بغل خوابی با اون فرد بدم می اومد، چون دوست نداشتم توی بغلش بخوابم، چون فردی بود که نه دوستش داشتم و نه حسی به ازدواج با اون داشتم. بالاخره اونم یه پسر داشت و که پسرش رو بعد از 2 هفته به من معرفی کرد. بعد از عقد به من گفت من یه پسر دارم از اون زن که اون زنم فوت کرده و من قراره اونو فراموش کنم. من به خاطر دانیال پسرم اومدم زن گرفتم. اون مردم از من متنفر بود، دوست نداشت توی بغلم بخوابه، ولی بالاخره به هر نحوی بود توی بغل همدیگه میخوابیدیم، ولی باز از همدیگه بدمون میومد. دانیال با من لجبازی میکرد و منو دوست نداشت. میگفت تو نامادری منی، برو از خونه ما بیرون. بالاخره به هر نحوی بود به خودم امیدواری میدادم و باش خوب رفتار میکردم. بهش داستان میگفتم و شبا کنارش میخوابیدم. بالاخره شد 1 ماه 2 ماه اون به من وابسته شد. دیگه با دانیال خوب بودیم و با دانیال خوب رفتار میکردیم. من یه دختر با حجاب بودم، دوست نداشتم زیاد بی حجابی به خرج بدم. یه همعروس داشتم که قرتی پرتی بود، ولی ایمان شوهرم از این رفتار و از این پوشش بدش می اومد. اما خب من مثل همعروسم نبودم، من با اون فرق می کردم. بالاخره من که با اونا زندگی نمی کردم، جدا زندگی می کردم. من با دانیال و ایمان زندگی می کردم. ایمان ازم بدش می اومد و اصلا پیشم نمی خوابید. منم از ایمان بدم می اومد. کم کم از هم سرد بودیم و اصلا پیش هم دیگه نمی اومدیم. بالاخره یه شب این که من خودم رو خوشگل کردم و حموم رفتم و خودم رو جمع جور کردم. به خودم اومدم گفتم زن تو باید به خودت بیای. تو دیگه زن شدی. تو دیگه باید مادر این دانیال باشی. مادر این باشی. باید بزرگش کنی. اون دیگه به تو عادت کرده. بالاخره به هر نحوی بود خودم رو امیدوار میکردم به زندگی. بالاخره یک شب خودم رفتم روی تخت خوابیدم و در رو پیش گذاشتم. خودم رو مرتب کرده بودم، حموم رفته بودم. رفتم روی تخت خوابیدم، از لابلای در نگاه میکردم که ایمان از سر کار بیاد. ایمان اون شب از سر کار نیومد و من با چشمای گردون خوابم برد و صبح شد. صبح ایمان از سر کار برگشت. ازش پرسیدم چرا خونه نیومدی، اما جوابمو سر بالا داد. شد شب دوم همین کار رو انجام دادم، اما ایمان باز خونه نیومد. نمیدونم چرا شب خونه نمیومد. من دانیال خواب میکردم و براش قصه تعریف میکردم، ولی خب ایمان اصلا خونه نیومد 2 شب. من نمیدونم چرا نیومد. دلواپس بودم، نمیدونم چرا واسه اون مرد دلواپس شده بودم. میگفتم خدایا من که اونو دوست ندارم، پس چرا دلواپسش میشم؟ بالاخره هر جوری بود به خودم گفتم تو دیگه دلبسته اون شدی، بالاخره باید زندگی کنی. شد 1 ماه بعد همین اتفاق افتاد. اومدم به خودم رسیدم و خودم رو جمع جور کردم. گفتم باید اون دیگه پیش من بیاد، باید پیش هم دیگه بخوابیم، باید با هم دیگه باشیم. از مادرم هم خبری نشد، نمیدونم چرا چی شد. مادرم بهم زنگ نمیزد و احوالمو نمیگرفت. رفتم به در خونه، مادرم نبود. مادرم هم گوشی موبایل نداشت. مادرم یه زن پیرزن ساده بود. نمیدونم، واقعا از قصه داشتم میمردم. واقعا نمیدونستم چجور به زندگیم ادامه بدم. هر چند بود خودم امیدوار میکردم و امیدوار میساختم. بالاخره بعد از 1 ماه خودم رو جمع جور کردم و خودم آرایش کردم و رفتم روی تخت. از لابلای در رو باز گذاشتم اما ایمان از در اومد نگام کرد و یه چشمک ریز برام زد. ولی خب اون شب پیشم نخوابید. ولی خب کم کم که آشپزی میکردم و غذای خوشمزه براشون میپختم، ایمان از سر کار میومد و ازم تشکر میکرد. قند تو دلم آب میشد، چون اون بهم ازم تشکر میکرد، ازم قدردانی میکرد. کم کم شده بود رفتارش با هم صمیمانه و گرم شده بود. دوست داشتم بیشتر کنارم باشه، دوست داشتم بیشتر باش وقت بگذرونم و بیشتر صحبت کنم. دانیال دیگه از من تعریف میکرد برای ایمان. ایمان از من کم کم خوشش اومده بود، چون دانیال منو دوست داشت، چون دانیال به من وابسته شده بود. کم کم که از این قضیه گذشت،
همه روزم رو دعوت کردم بخونم. همه روزم دوست داشتم از من ایراد بگیره، ولی خب نمیدونم چرا. این قضیه رو نمیدونم. یه شب دعوت کردم و غذا درست کردم. تدارک خیلی خوبی دیدم. ایمان وسیله ها رو خرید و آورد خونه. گفتم که شب مهمون داریم. اومد کمکم داد و تو آشپزخونه کمی با هم صحبت کردیم. گفتم ایمان چرا تو محل من نمیدی؟ چرا با من سرد رفتار میکنی؟ ایمان گفت ببخشید، من واقعا به یاد اون زنم بودم. فکر نمی‌کردم تو زن خوبی باشی. من مادرم به زور برام زن گرفت. اونم به خاطر دانیال که تنها نباشه. مادرم مرجان از دانیال خسته شده بود. دیگه نمیتونست دانیالو به عهده بگیره و نگهداری کنه ازش. منم همش سر کار بودم و مشغول کار بیرون بودم. واسه همین دیگه مجبور شدم بیام زن بگیرم. فکر می‌کردم تو یه زن بد و زن بد اخلاق و زن گند اخلاق هستی. ولی خب از اینکه بوش داره میاد بالا واقعا زن مهربون و زن خوبی هستی. امیدوارم که با هم دیگه بتونیم زندگی خوبی رو بسازیم. از اینکه این حرفا رو برام میزد واقعا قند تو دلم آب میشد. نمیدونستم چجوری از خوشحالی، واقعا داشتم از خوشحالی پر در می آوردم. دانیال هم بازی میکرد و دور ستون خونه میچرخید و توپ بازی میکرد. اصلا این صحنه ها رو میدیدم با اینکه دانیال بچه خودم نبود، ولی اصلا قند تو دلم آب میشد. نمیدونم چرا، به چه دلیل. ولی خب خدا خواسته بود مهر اون دو نفر رو انداخته بود به دل من. یه روز شد رفتم دم خونه مادرم. آژانس گرفتم و رفتم دم خونه مامانم. هرچی زنگ آیفون رو زدم مادرم بر نداشت. مادرم جواب نداد. خیلی نگران بودم. از همسایه‌ها میپرسیدم، چون 3 ماه بود من اصلا از مادرم خبر نداشتم. من اصلا بعد از عقدم از دیگه پیش مادرم نرفتم. اصلا از زندگیم ناامید شده بودم. دیگه دوست نداشتم زندگی کنم. خسته شده بودم. نمیدونم، از همسایه این طرف پرسیدم، از همسایه اون طرف پرسیدم. نمیدونم چی شده بود. خیلی نگران بودم. نشستم دم خونه زار زار گریه میکردم. مادرم اومد دم خونه. خیلی مادرم پیر شده بود تو این 3 ماه. نمیدونم چرا. چون کسی نبود باهاش کار کنه. چون خودش تنها داشت خرج خودشو در می آورد. نمیدونستم به ایمان بگم ایمان مامانمو بیارم با همون زندگی کنه یا نه. چون اونجوری مادرمو میدیدم اصلا چشمام پر اشک میشد. اصلا طاقت نداشتم مادرمو اینجوری ببینم. نمیدونم چی شد. نمیدونم یهو دنیا از کدوم سمت، اصلا نمیدونم واقعا چی شد من ازدواج کردم. باز به خودم می اومدم و میگفتم نباید ناشکری کنی خدیجه. تو باید شکر خدا رو کنی. تو باید به زندگیت ادامه بدی. تو باید به روال قبل برگردی. بالاخره بر نفی بود. مادرم رو برداشتم و با آژانس وسیله‌اشو برداشت و رفتیم خونه خودم. نمیدونستم چجوری به ایمان بگم که مادرم رو پیش خودم نگه دارم. ولی خب از این میترسیدم که ایمان بگه نه، از این که میترسیدم مادرم رو بندازه بیرون. ولی با خودم فکر میکردم، میگفتم ایمان اینجور مردی نیست. ایمان درسته با من سرد بود، ولی اون شب با من خوب رفتار کرد. بعد از 3 ماه که گذشت رفتارش با هم گرم و صمیمانه شده بود. نمیدونستم، هنوز شناخت درستی از ایمان نداشتم، ولی باز میترسیدم بهش بگم. ایمان شب شد و خونه اومد. دانیال هم داشت بازی میکرد و با مادرم حرف میزد. نمیدونم خدایا چی شد. ایمان از سر کار اومد و مامانم رو دید. ولی از اون برخلاف اون فکر و افکاری که داشتم، ایمان با مادرم خوب رفتار کرد. باش خوب بود و باش خوب صحبت کرد. شب شد و مادرم خوابید. ایمان که با هم روی تخت بودیم بهش گفتم ایمان اجازه است مادرم اینجا پیشمون بمونه؟ ایمان گفت باش عزیزم، اشکال نداره. اصلا قند تو دلم آب میشد. نمیدونستم چی کار کنم. این که اصلا این مرد، نمیدونم واقعا، از اینکه اون همه سختی کشیده بودم، بچه طلاق شده بودم، نمیدونم واقعا خدا برام داشت خوب میساخت یا بد میساخت. نمیدونستم شکر خدا رو کنم و یا ناشکریشو کنم. ولی اون لحظه ای که ایمانی حرفو بهم زده بود واقعا لکنه از زبون گرفته بودم. واقعا نمیدونستم چی بگم. ازش تشکر کردم و بغلش کردم. ایمان یه حس خوبی بهش دست داده بود و اونم دستش رو دور کمرم حلقه زد. بغلم کرد و بوسم کرد. نمیدونم چجوری صبح شد، ولی کنارش خوابیدم و حس آرامش گرفتم. صبح بیدار شدم و ایمانو راهی کردم سر کار.
خودم هم با مادرم محفل کردیم و پیش هم بودیم. واقعا نمیدونستم خدا داره برام چجوری این دنیا رو میچینه، چجوری این زندگی خوب رو داره برام فراهم میکنه. ولی خب ایمان یه روز که از سر کار اومد یه اخلاق خیلی بد داشت. شاید گفتم شاید این خستگی سر کاره، شاید واقعا خسته است از سر کار برگشته، ولی رفتارش بد شده بود. چون یک ماه از اینکه مادرم خونمون بود میگذشت. فکر کنم از مادرم خسته شده بود. دوست داشت مادرم بره خونه‌شون، دوست داشت مادرم جدا بشه ازمون. ولی دیگه باز هم به خودم امید میدادم. نمیدونستم چجوری باهاش صحبت کنم. رفتم داخل اتاق و بغلش کردم. گفتم ایمان جان عزیزم، تو بهم بگو، آیا چیزی شده؟ آیا اتفاقی افتاده که اینقدر ناراحت و عصبانی هستی؟ هولم داد به سینه، رفتم توی دیوار. خیلی ناراحت بودم. زدم زیر گریه. توی اتاق بیرون نیومدم به مدت 2 ساعت. مادرم اومد دم در زد و صدام کرد. خدیجه صداش کردم. جانم مامان. دیگه نمیدونم چی شد. مادرم اومد پیشم و بغلم کرد. گفت دخترم، اگه به خاطر وجود من زندگی داره میریزه به هم، من میرم با خودم همون پیرزنی تک و تنها توی خونه خودم زندگی میکنم. اشکال نداره دخترم، تو به زندگیت برسه و به دانیال. تو الان یه مادر یه بچه شدی. گفتم مامان، مادر یه بچه که معلوم نیست من مادرشم، کی مادرشه؟ من اصلا زندگی این پسر خبر ندارم. مادرم زد رو شونم گفت خدیجه ناشکری نکن دخترم، تو باید به زندگیت ادامه بدی. اگه منم میخواستم از همون روزی که طلاق گرفتم ناشکری کنم، تو رو نداشتم. الان به این زندگی به این خوبی نداشتم. دخترم ناشکری نکن. که وقتی مادرم رفت دیگه وسایلش رو جمع کرد و رفت. یه 2-3 روزی ناراحت بودم و توی خودم بودم. دیگه تلفن واسه مادرم جور کردم و تلفن بهش دادم. یاد دادم بهش که شماره‌مو چجوری بگیره، بهم زنگ بزنه و از حالش با خبر بشم. روزایم که من بهش زنگ میزنم چجوری جوابمو بده. بالاخره مادرم رفت و ایمان از سر کار برگشت. خیلی ناراحت بودم. چشمام غمناک بود. غم زده بودم و غمگین. اصلا شامم حوصله نداشتم درست کنم. ایمان از سر کار اومد. خودم دلم براش سوخت. خیلی گشنش بود. بلند شدم رفتم توی آشپزخونه، یه غذایی حاضر کردم براش. خیلی طول نکشید و آوردم سر سفره ایمان بخوره. دانیال هم صدا زدم. گفتم دانیال مامان بیا دیگه چون دانیال با هم خیلی صمیمی شده بود بهم میگفت مامان. صداش کردم مامان دانیال تو هم بیا سر سفره. غذاشونو خوردن و من بهش گفتم ایمان عزیزم آیا مشکلی بود که مامان منو درک کردی؟ گفت عزیزم من مشکلی با مامانتون نداشتم، ولی دیگه واقعا خسته شده بودم از اینکه مامانت اینجا بود. گفتم عزیزم چرا؟ من به مامانم خیلی وابستم. مامانم یه پیرزن تنهاست، کاش با ما میتونه زندگی کنه. سرم داد زد و گفت میاس بره خونه سالمندان، برو بذارش خونه سالمندان تا بتونه اونجا زندگی کنه. گفتم آخه دلت میاد به مامان من اینجوری بگی؟ اصلا به مامان مرجان بذار من بگم، اصلا مامان مرجان ببین چی میگه. نمیدونم واقعا چی شد. کوله بارمو بستم رفتم خونه مادر شوهرم مرجان. رفتم از طبقه ها بالا، گریه رفتم بالا. به مرجان اینجا قضیه رو تعریف کردم. نمیدونم، به مرجان خانم گفتم مرجان خانم ایمان هر جا که دنبال من گشت نگو من اینجا خونه شما. اگه ازت پرسید زنگت زد اصلا بهش نگو. دانیال هم مثل اینکه پشت سر من گریه میکرده. جیگر ایمان رو خون کرده بود و میگفته مامان خدیجه کجا رفته. ولی خب من دیگه واقعا خسته شده بودم از این وضع و اوضاع. دیگه نمیدونستم چجوری تحمل کنم این وضع. یه روز که صبح و فرداش گذشت و 2-3 روز از این قضیه میگذشت. مثل اینکه ایمان اومد خونه این مامانش و سراغ منو از مرجان گرفت. مرجان خانم گفته بوده اینجا نیست خونه. ایمان هم خیلی ناراحت بود. اومد پیش مامانش نشست و به مامانش قضیه رو تعریف کرد. مامانش به ایمان گفت تو خیلی کار بدی کردی. نمیاستی حرفو به مادر دختره بزنی. دل یه پیرزن رو شکستی مادر. تو نمیاستی حرفو برای مادر خدیجه جان بزنی. تو اشتباه کردی مادر. اون زن بسیار خوبی بود. من اگه اون زن و اون دختر رو نمیشناختم، آیا تو از خدیجه بدی دیدی؟ آیا خدیجه باهات بد رفتار کرده؟ آیا غذا نداده بهت؟ آیا با دانیال بد رفتار کرده؟ آیا دانیال رو زده؟ ایمان سرش انداخت پایین گفت نه مادر.
گفت پس چی؟ چرا انداختی مادرشو بیرون؟ گفت مادر، من واقعا خسته شده بودم. ببخشید، اون روز خستگی کار زیاد برام فشار آورده بود. من صدای ایمان رو که شنیدم اومدم از اتاق بیرون. ایمان بلند شد و چشماش برق زد. فهمیدم که توی دلش خوشحال شده بود. دیگه قرار شد با هم بریم خونه. دانیال پرید بغلم، گفت مامان خدیجه. از پلا بغلش کردم و اومدم پایین. گفتم دانیال، تو این 3 روز خیلی دلم برات تنگ شده. ایمان هم بغلم کرد و بوسه‌ای به سرم زد. قرار شد از اون به بعد مامانم بیاد پیشمون. ولی خب من نمیدونستم چی کار کنم، به مادرم بگم یا نگم. ولی خیلی خوشحال بودم. رفتیم خونه و ایمان شام دعوتمون کرد بیرون. با هم رفتیم بیرون و کمی لباس خریدیم و برای دانیال و برای خودم. خیلی بهمون خوش گذشت اون شب. خونه مامانم رفتیم و مامانم رو برداشتیم و اومدیم خونه. دیگه از اون روز به بعد واقعا زندگیمون رو ادامه دادیم و واقعا به خوبی خوشی گذشت. ایمان دیگه با هم خوب شده بود و دیگه واقعا زندگیمون روی روال افتاده بود. مادرم با اون زندگی میکرد و با هم شاد و خندون زندگی کردیم. اینم از قصه امروز ما. امیدوارم که دوستان از این داستان خیلی خوشتون اومده باشه. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه بودی و مرسی که همراهیم کردی.